بچه سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به ویدیو دیگه از چنل هیروشی تاروت. امروز در خدمتتونم با تفسیر کارت 8 تاروت قدرت نهایی. بچه این کارت به شدت کارت خوب و مثبتیه. میتونه نشون دهنده معجزه باشه، نشون دهنده ای که همه چی بالاخره درست میشه. کلا کارت هایی که پس زمینه زرد دارن توی تاروت نشون از قدرت دارن، نشون دهنده توانایی هن. به طور کلی این کارت نشون از قدرت، توانایی، اعتماد به نفس، توانایی سازش با مشکلات و شخصی که چیز رو میخواد به راحتی بهش برسه رو حتما بهش میرسه. و اینکه بچه‌ها در صورتی که این کار توی نتیجه فال بیاد، یعنی اون نیتی که داشتی حتما اتفاق میفته. میتونه نشون دهنده شخصی باشه که مهره مار داره یعنی شخصی که همه رو میتونه به خودش جذب بکنه. کلا هر کاری که بخواد از دستش برمیاد. اگه بخواین حس طرف مقابل رو بدونید و این کارت ظاهر بشه، این طرف شما رو دوست داره، شما رو میخواد، اما میخواد که قدرت دست خودش باشه. یعنی شما موتیش باشی، رامش باشی، هر حرفی که گفت و چشم، یعنی بله قربان گوش باشید دیگه. و در صورتی که این توی نیت‌های احساسی، یعنی در نیت‌های احساسی این کارت نتیجه باشه، یعنی که کلا نتیجه مثبت، نیتی که دارید حتما میشه، اما یه کوچولو صبر لازم دارید. خب این بود از کارت تفسیر کارت شماره 8. امیدوارم خوشتون اومده باشه. یادتون نره که چنل رو سابسکرایب بکنید، حتما اشتراک داشته باشید با چنل، گزینه اشتراک شدن رو بزنید و اینکه لایک کنید، سوال داشتید کامنت بذارید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.